بهتون میگم بره اونجا بشینی اون کاناپا. آها خوبه. هر وقت گفتم میتونی برجی بوچه کنی جوری هم به من زول نزنین. اگه حوصله کردم براتون قصه میخونم، اگه هم نشد شما حق ندارین تمرکز منو به هم بزنین. باشه آفرین کوچولوی از خود راضی. لن میدن و نگاه میکنن. به خودم میگم شاید دل خوش شدم. خب براتون هم فیلم یادشون میدم که دوست دارین، فقط باید قول بدین که تا آخر فیلم هیچ تکونی نخورین. باشه آفرین کوچولوی از خود راضی. به فیلم توجهی نمیکنن. به خودم میگم که اگه بیش از اندازه تکراری دلخورشون کرده. داره نمایش اجرا میکنه. صدای چرخدنداست. صدای چرخدندای آسانسوری که پشت دیوار ساختمون ما چسبیده داره اتاق آنو به لحظه در میاره. اون روز لحظه شد جوری که پلیس اسکلتی ساختمون چرخید که به خودم گفتم الان که چرخدندا خورد میشن.